استوب، یه لحظه گوش کن. ما امروز بدهکارترین فرد به خود آیندهمون هستیم. با یه سری جمله‌ای که مثل حالا بعداً، حالا از شنبه، حالا از فردا داریم بیشترین ضرر رو به خودمون میزنیم. و متاسفانه مغز ما اینطوریه که فقط بدهی‌های الان رو میبینه. یعنی ما میخوایم یه کاری شروع کنیم، اگر شروعش نکنیم مغز میگه خب یه کاری بود شروع نشده. یعنی نمیتونه اون نسخه بزرگش رو ببینه. نمیتونه اون ضرری که به ما میزنه رو واقعا ببینه. و ضرری که همین الان میزنه رو میبینه. مثل کتاب خوندن. من میخوام کتاب بخونم، اگر نخونمش مغزم میگه خب این کتاب بوده نخونده، همین. اما داستان اصلا جور دیگه ایه. و من ازتون میخوام یه قدم بیاید عقب‌تر و از یه زاویه دید دیگه به این قضیه نگاه کنید. اینطوری که ما یه شخص داریم با یه شخص دیگه. این شخص اول ما با این شخص دوم ما دوتایی با هم دیگه میخوان یه پیج اینستاگرام شروع کنن. میخوان یه پیج بزنن، فالوور جمع کنن و تولید محتوا برای دارن دوستش دارن. این یه شخص و این هم شخص دیگه. حالا این شخص اول شروع میکنه به تولید محتوا کردن. یه ویدیو درست میکنه در حد 10 دقیقه. بعد ویدیو دوم هم همینطور در حد 15 دقیقه، یه استوری ساده کم کم شروع میکنه و پیش میره. اما این شخص دوم ما میاد و با خودش میگه که خب من اینطوری نمیتونم شروع کنم. اصلا نمیشه. من بلد نیستم، توپق میزنم فلان بهمان، هی کلی حرف کلی دلیل. و میاد با خودش میگه که من باید برم اینو رو یاد بگیرم. یا الان نمیتونم شروع کنم، الان وقت خالی ندارم، الان هزار تا دلیل دیگه. هی میندازه عقب. حالا بعداً، حالا از فردا، حالا از ماه بعد، شنبه فلان، اینا رو همش پشت گوش میندازه. اما این شخص اول بعد از 3 ماه رفته شکستشو خورده و الان داره یه پیج دیگر رو از صفر شروع میکنه و داره پیش میره. و این شخص هم که هنوز شروع نکرده و بعد از 5 ماه، بعد از 6 ماه، حالا تاثیر محیط باشه، تاثیر هر چیزی که باشه، شروع کرده و پیجشو اولین ویدیوشو گذاشته، دومین ویدیو، سومین ویدیو و توی ویدیوی چهارم یا پنجم یا بعد از هفته دوم و سوم دیده اصلا نتیجه‌ای نمیگیره. هیچ پستی بازدید نمیگیره، 3 تا لایک بیشتر نگرفته، اونم ولش میکنه. اما این شخص اول 2 بار شکست خورده، 3 بار شکست خورده و الان داره باز ادامه میده. اما ما میخواستیم از این زاویه دید به این 2 نفر نگاه کنیم و بفهمیم این بدهی ما به خود آیندهمون دقیقا یعنی چی. حالا به دقیقا به اینا نگاه کنیم. نه از زاویه دید الان، از زاویه دید بعداً. یعنی 1 سال بعد، 2 سال بعد قراره چه اتفاقی بیفته. 2 سال بعد این شخصی که ما داشتیم شروع نکرده بود، حالا هم که شروع کرده بود ولش کرده و هموناشو همون کاسه، یعنی همونی بود که بود. اما این شخص اول چند بار شکستشو خورد و دوباره شروع کرد و الان 2 ساله که گذشته، الان 1 ساله که گذشته. الان بعد از 1 سال چند تا ویدیوش وایرال شده، 100K بیشتر یا کمتر فالوورشو گرفته، درآمدی که الان داره و کلی نکته تجربه‌ای دانشی که رفته خودش یاد گرفته یا داخل کار تجربه کسب کرده، اونا رو الان داره و داره ادامه میده. اما این شخص اول خب هیچ رشدی نکرده. ما می‌خواستیم از این زاویه دید به این 2 تا نگاه کنیم. اما خیلی جاها ما خودمون این شخص دوم هستیم. یعنی فقط داریم اهمال کاری میکنیم، میگیم حالا بعداً، حالا فلان و مغز ما فقط الانش رو تشخیص میده. میگه اگر میخوای مثلا این اینستاگرام رو شروع کنی و نکردی، فقط یه پیج بود که شروع نکردی، یه ویدیو بود که آپلود نکردی، همین. اما وقتی که میریم از 1 سال دیگه، 2 سال دیگه به این قضیه نگاه میکنیم و یه نفر دیگه که همین رو با ما قرار بوده شروع کنه بهش نگاه میکنیم، کلی حسرت و پشیمونی داره برامون. اون 100K فالووری که این شخصه میتونست داشته باشه و الان نداره، اون درآمدی که میتونست داشته باشه و الان نداره، اون دانشی که میتونست داشته باشه، اون رشدی که میتونست داشته باشه و الان نداره. و خیلی جاها هم ما دقیقا همین دوتاییم. خیلی همون میاییم و مثل این شخص اولمون پیش میریم، شکست میخوریم، کم کم شروع میکنیم، هی پیش میریم. و خیلی های دیگه هم مثل این شخص دومیه، هی اهمال کاری میکنیم، حالا بعداً، حالا فلان. و باید بدونیم که مغز ما بدهی الان رو تشخیص میده.
مثلا من میخوام کتاب بخونم، میگه 5 صفحه کتاب بود، خب نخوندی، همین. اما نمیگه 1 سال بعد اونی که کتاب خونده الان 10 کتاب خونده، اون همه فرصتی که پیش پاش اومده، اون همه مطالبی که یاد گرفته، اقداماتی که انجام داده، اونا رو نمیبینیم. ما باید 1 سال بعد خودمون هم ببینیم. میخواستم باشگاه رو شروع کنم، الان نکردم. اونی که شروع کرده 1 سال بعد، اون بدنی که این فرد داره و این بدنی که ما الان داریم کاملا زمین تا آسمون فرق میکنه. پس بیاید با خودمون رو راست باشیم. از این زاویه دید به زندگیمون نگاه نکنیم. بریم از زاویه دید 1 سال دیگه، 2 سال دیگه به زندگی نگاه کنیم. به کسایی که شروع کردن و الان فقط داریم نگاهشون میکنیم اصلا زیاد جالب نیست. و یه جمله‌ای هست که میگه اگر شروع نکنی باید بشینی موفقیت‌های دیگران رو ببینی. پس یا ما باید اهمال‌کاری رو کنار بذاریم و کاری که میخوایم رو انجام بدیم، یا باید بشینیم و اون کسایی که اهمال‌کاری نکردن موفقیت اونا رو ببینیم. حالا که داریم به این قضیه فکر میکنیم، با خودمون رو در رو میشیم و یه حس بدی داریم. خیلی با خودمون میگیم که خب من خیلی از جاها اهمال‌کاری کردم. اما این فقط یه مثال این اینستاگرام بود، اصلا ویدیو درباره این اینستاگرام نیست. و میخوام اینو بهتون بگم، خیلی از جاها ما داریم همین کارو انجام میدیم و اون بدهی 2 سال بعد رو نمیبینیم، بدهی الان رو میبینیم. اصلا الان رو ولش کنید. شما داخل کتاب خوندن، داخل شروع کردن مثلا یه بیزینس جدید، یه کسب و کار جدید، شروع کردن یه ورزش جدید، شروع کردن یه مهارت جدید، کار کردن داخل یه شرکت یا جایی که دوست داریم، همه اینها رو اهمال‌کاری میکنیم و انجامش نمیدیم. میگیم حالا بعداً، حالا فردا میرم مثلا این کارو میکنم. و اگر انجامش ندیم مغز ما فقط بدهی الان رو میبینه. میگه خب انجامش ندادی، کار مثلا نیم ساعت انجام ندادی، ولی نمیگه این نیم ساعت 2 سال بعد چه قدرتی داشت و با انجام ندادنش چه ضرری به خودم زدم. داستان اینه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که خب پس راه حل چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ من تنها راه حلی که میتونم بهتون بگم اینه که فقط باید اقدام کنیم. باید عملگرا باشیم. حالا اگر بخوایم واضح‌تر صحبت کنیم، یه راهکار خیلی قوی وجود داره که اینه. بیشتر ماها شروع نمی‌کنیم، انجامش نمیدیم، اهمال‌کاری می‌کنیم. و یه راه حل خیلی مهمی که من تونستم پیدا کنم این بود که خیلی از ماها اهمال‌کاری می‌کنیم و چیزی که باعث میشه اهمال‌کاری کنیم، یعنی یه نکته خیلی مهمش کمال‌گراییه که خیلی از ماها شنیدیمش. کمال‌گرایی نمیذاره ما این کاریو الان انجام بدیم. مثلا میخوایم کتاب بخونیم و با خودمون میگیم که الان وقت ندارم، که الان که اصلا موقعیتش نیست، بذار مثلا عید سال بعد اونجا که مثلا وقتمون خالی تره، وقت آزاد داریم، اونجا میریم مثلا میخونیمش. کمال‌گرایی چی؟ مثلا من نمیفهمم. همه انسان ها وقتشون پره، مثلا ما چیزی به نام وقت خالی نداریم. مثلا شما تا حالا دیدید مثلا یه نفر اینجوری نشسته باشه دیوار رو نگاه کنه، بعد بگید چرا دیوار رو نگاه میکنی؟ برگرده بگه که خب من وقتم خالی بود دیگه دارم دیوار نگاه میکنم. نه، همه آدم ها وقتشون یه جوری پر میکنن، یعنی یا با چیزای خوب یا با چیزای بد، مهم نیست، بالاخره اون وقت پر میشه. ما باید وقت خالی بسازیم. پس کمال‌گرایی وجود نداره، مثلا نباید کمال‌گرایی کنیم. مثلا همین مثال این اینستاگرام، میخوایم این اینستاگرام شروع کنیم، تجهیزات، ادیتور، مثلا ادیت بزنیم فلان، برای ساخت یه ویدیو مثلا میخوایم 5 ساعت زمان بذاریم، یا بریم کار کنیم پول بدیم به ادیتور اون 5 ساعت زمان بذاره، پولمون اونجا میره یا وقتمون میره. اما داستان اینه که تو اولش میخوای شروع کنی، اصلا نباید کمال‌گرایی کنی. تو میخوای این اینستاگرام شروع کنی، 5 ساعت وقت بذاری یه ویدیو بسازی، 3 نفر لایکش میکنن. پس کمال‌گرایی وجود نداره. این همش یه فکری که باعث میشه ما از نقطه امنمون بیرون نیاییم. ویدیو بذارم مثلا ببینن، مثلا تجهیزات نداشته باشم، ویدیوی بعد بذارم. اولین ویدیو تو رو 2 نفرم لایک نمیکنه، مثلا 10 تا ویو به زور میگیره، اونم 8 تاش دوست و فامیل و آشنا، زیاد مهم نیست. اولین باری که کتاب میخونی، من مطمئنم کتاب اولی که میخونی اصلا هیچیشو نمیفهمی، کاملا طبیعیه. این کمال‌گرایی رو اصلا باید یه جوری حذفش کنی. شما اگر بتونید این کمال‌گرایی رو حذفش کنید، اهمال‌کاریتون تقریبا حل میشه. اینطوری میتونم بگم، نه 100% ولی یه بخش بزرگیش حل میشه. و کلی اقدامات و کلی نکته دیگه هم داره که میتونیم حلش کنیم، ولی خب داخل این ویدیو دیگه من نتونستم جاش بدم. اما براتون یه پیام تو هوش مصنوعی عمل کردم که داخل کانال تلگرام میذارم و لینکش هم زیر ویدیو گذاشتم، حتی تو بایو چنل هم هستش. برید داخل کانال تلگرام،
این پرامپتی که من آماده کردم رو بردارید به هوش مصنوعی بدید. هوش مصنوعی براتون شخصی سازی شده میشه و اون پرامپتی که من طراحی کردم هوش مصنوعی شما رو تبدیل میکنه به یه متخصصی که شما نیاز دارید. برای مثال شما اهمال کاری میکنید و باید کلی نکته یاد بگیرید، باید برید چند تا کتاب بخونید، برید چند تا مقاله بخونید، حوصله سر بره. این پرامپت رو من جوری طراحی کردم که اون نکته‌های مهم، اون راه حل‌ها، اون اقدامات خیلی مهم رو داخلش قرار دادم. اون کتاب‌هایی که باعث میشه اهمال کاری حل بشه، اون مقاله‌های مهم رو داخلش قرار دادم و این هوش مصنوعی به طور شخصی سازی شده با شما کار میکنه. یه سری سوالات ازتون میپرسه و باعث میشه که اهمال کاریتون رو حذف کنید و بتونید به سمت اون چیزایی که میخواید قدم بردارید، که امیدوارم هممون بریم از 2 سال بعد، 3 سال بعد، 1 سال بعد از اون زاویه دید به خودمون نگاه کنیم و اون ضرری که اونجا داریم میخوریم رو ببینیم، نه این ضرری که الان داریم میخوریم. اون ضرری که 2 سال بعد داره ما رو خفه میکنه باید اونو ببینیم، چون مغز ما هیچ وقت نمیتونه اونو ببینه. ما با خودمون بریم اونجا از اون زاویه دید به خودمون نگاه کنیم. و کلا داخل ویدیو هم گفتم ما اگر شروع نکنیم، اگر اقدام نکنیم، فقط باید بشینیم یک گوشه و موفقیت‌های دیگران رو ببینیم و تمام.